سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو ما اومدیم هم یه ریاکت بدیم ویدیو کوتاه ترسناک. پس قبل از هر چیزی لایک کامنت و ساب فراموش نشه و بدون معطلی بزنیم میره سراغ این ویدیو کوتاه. و قبل از هر چیزی بهتون بگم که من آدم بسیار ترسویی ام در مقابل همچین ویدیوهایی و ببینیم که واقعا ویدیویی که داریم امروز میبینیم و برامون اومده ترسناکن یا نه. بدون معطلی برو بریم. خب همونطور که دارید میبینید فیلم اولمون که دابل ویژن ایندیپندنت هارور شورت فیلم که معنی هیچ کدومشون هم بلد نیستیم. بریم ببینیم که داستانش چیه. عجیبه. چرا خانم‌ها لخته؟ تا الان که هیچ چیز عجیبی ما ندیدیم تو این فیلم. هو خودشه. هزار و 506 خونش اینجا. اوه در باز شد. هنوز چیم پر تو صورتمون. نه هنوز اوله ویدیوسه. آره نه همین چیزی نمونده. خیلی علت چیز چرت و فیلم گرفته. خیلی طولانی شده کرده. 5 دقیقه رو میتونست بکنه تو 2 دقیقه خورده هم تمومش کنه. درم قفول بازش کرده. داستان فیلم اصلا خیلی قویه. الان خودشو داره میبینه. وای اوه نه این نه خودش بود دیگه. آره چرا چراغ خاموش؟ معمولا چراغ روشن میکنن. اما ماتریکس خارج شد این زنه دیگه. چراغ خاموش میکنن. الان تو صورتشه. الان جلوشه. اومد جلوتر. بذار که فرار کنه همونجا میشینه. خیلی منطق خوبی داره.
الان دیگه رو به روشه. نه بابا تموم شد. چه فیلم خسته بوده جی اصلا. من گفتم خیلی قرار بترسیم. خب بریم سراغ فیلم بعدی. خب میرم فیلم بعدیمون به اسم OBS کروم. به حال ببینیم چه داستانی داره. اوه همین اول این چیز خوبیه. اول کار شروع میشه چیز خیلی عجیبی هم نبود اونقدر. الان تو شیشه ماشینه، تو شیشه ماشین میاد. اوه ماشین هم خاموش شد. اوه گله هم پژمرده شد دیگه. الان اصلا برم داره خیلی تابلو. وای 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 اومد دلغک حاجی فکر کنم. اوه خیلی بهتر قبل میاد دقیقا. وای 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 الان تو ماشین یهو میاد. چند گریه کرد دیگه. حالا پشت ماشین یهو میبینی. اوه حاجی اونه اون بریه. تو ماشینه خیلی چی درست میکنن. من توی فکرم که سنو بپره تو چش و چالت حاجی. من که خیلی از اینا میترسم، اصلا از این هیچ ترسی نداشتم. بریم سراغ فیلم بعدی. خب فیلم بعدی اون از The Laundry، یعنی که ماشین لباسشویی داشت. الان میرم تو گیر میکنم برامون. همه لباسا رو انداخت. اینی که اگه قایم شدی به بیرون خندار نیست. Do you seriously throw my clothes all over the floor? I didn't do that. Okay, sure, then who did? Whatever, just put them back in the dryer and start it again, okay? Can you handle that? Okay, but it wasn't me. Whatever.
چه ماشین لباسشویی قدیمی هم واسه الان مردمی رو تو گیر میکنه. This better not be another prank. Babe, where'd you go? آی حاجی الان مرده از اینجا میاد بیرون. از زود ترسید زن. البته ترس داره به حال در باز شه اینطوری. چیکاش داره حلقه میزنه بیرون. اوه این روح تو ماشین لباسشوییه. کاریش نمیشه کرد. ما برون تو گیر کنه دیگه. چه چرت و پرتی حاجی. این چیه؟ اوه رفت و گیر کرد دیگه تمام. مسخره تر از این فیلم تو عمرم ندیده بودم. خب اینا فقط تامنیلاش مترسیم مثلا دیگه اینا بکنیم. حالا بریم که فیلم آخرمون هم ببینیم. امیدوارم که فیلم آخرمون بهتر فیلم قبلی باشه چون بگن هیچ سودی برامون نداره. هیچ ترسی نداشتیم جدی حاجی. برو بریم. پیشورت خب پیک احتمالا توی شخصیت دیگه. چقدر اون قدیمی حاجی. البته فیلم جدیده. چیش قدیمیه. یکی گرفته. اوه حاج میدونین این کی؟ حالا بعد آخر فیلم بهتون میگم. من تاملین دیدم که وقت تاملین دیدم اولین چیزی که بزنم رسید همون بود. حالا بهتون میگم چی بود. ها خب بچه مثل این که فیلم موفقیت آمیز نبود و اینکه یه بار دیگه باید تلاش کنیم. اوکی شد. دوباره الان میاد. چقدر علکیه این حاجی. حتی فیلم گرفتنش احساس کنم بهتر قبلیه چون باحال‌تر احساس میکنم با همچین استراتژی بخواد فیلم بگیره. زیر بغلش هم چقدر مو داره. اوه بهتر از فیلم قبلی بود ولی خب بازم همشون به یه مدل چرت و پرت و مزخرف بودن. یعنی طوری نبود که بخوام پشمام بریزه. در کل فیلم های خیلی جذابی برای ما نبود. یعنی که نتونستم بگم مثلا وای پشمام مثلا شاشیدن تو خودم و اینا. ولی خب بد نبود. مثلا
طوری بود که میشه قبول کرد که کلا ریت همشون با هم دیگه بشه 4 یا 3 از 10 البته. من که مرسی اونجا ویدیو همراه بودید. اگه دوست دارید از ویدیو اینطوری بیشتر براتون بگیرم حتما داخل کامنت بهم بگید و اینکه ما اومدیم که شروع کنیم بعد تموم نکنیم، راهمون همیشه ادامه دار بشه اگه خدا بخواد. میبینمتون تا ویدیو دیگه. فعلا پیس اوت.